در زمان حضرت یوسف علیه السلام قحطی اومد و حضرت یوسف با مردم گندم تقسیم میکرد. یک جوان آمد، یک بار بود، دو بار بود، سه بار بود. حضرت یوسف مجبور شد با او گفت ای جوان چگونه میبینم چند بار آمده برده ایستاده در حالی که مردم یک بار نبودند. آنجا اون گفت اگر مرا شناسی حضرت یوسف چیز خواهم برایم میدهی. حضرت یوسف علیه السلام گفت تو کی هستی؟ آنجا اون گفت من همان شخصی که هستم که وقتی تو را تهمت کردم به زنا من با پاکی تو شهادت داده بودم. حضرت یوسف او را با آغوش گرفت، گفت خزینه ها برای تو گشاده، چند قیمه خواهی ببر؟ از جانب الله جل جلاله وحی شد، گفت ای یوسف یک نفر تو را با پاکی یاد کرد، خزینه ها را برای او گشاده کردی، ولی اگر یک شخص ما را با پاکی یاد کند و ذکر ما را کند چی با او خواهم داد؟ خزینه های حضرت یوسف کجا؟ خزینه های الله جل جلاله کجا؟ پس بگو سبحان الله، خدا را با پاکی یاد کن.